کооپراتیو تجارتی استحصالی تخم پروری اوستای ناحیه قبادیان چند سال اخیر با استفاده از نوعهای گوناگون تخم‌های خارجی حاصل پخته برداشته تا اندازه دیگر خواجگی‌های کشاورزی را با تخمی تامین میکنند. آیا فعالیت تخم پروری در خواجگی اوستا با طلبات جهان معاصر جوابگوی می باشد؟ گروه کاری آلمان فعلی انستیتوت زراعتکاری از این خواجگی بازدید به عمل آورده با فعالیت تخم پروری بهای مثبتی ندادند. لیکن پروداکسی یک بودگی زمین به کش کرده شده ما در اینجا نمیبینیم، چون که نهال ها یک خیلی نیست. سه نمود نهال در اینجا دیده میشد. تنی نهال آنتاکسیون پتمان نبود سرخشوی چطوری که میبینه در این نهال نیست، اما در نهال این نهال هم نیست. در این دیگر نهال سرخشوی تنه دیده میشود. در این نهال در اینجا سرخشوی تنه دیده میشود. غیر از این فرم برگ هم یک خیلی نیست. از روی فرم برگش کلان و برگش میده. حاصل پیدا شدش یک تش با نزدیک 3-4 سانتی متر، در نهال دیگر بلند. ما در این نهال از 5-6 سانتی متر گرفته میشد. برای همین الیتا یا که رپرودکسی یک باشد باید که تازگی 98-99% تشکیل کند اگر رپرودکسی 2 باشد. اما در اینجا کش کردگی رپرودکسی یک با رپرودکسی یک بودگیش جوابگو نمیشد. از زمان شوروی تا امروز در ناحیه قبادیان ستانسیه دولتی نوسنجی عمل میکند. از بس که روبری این ستانسیه را متخصصی ورزیده ساحه کشاورزی تاج‌الدین صادقوف به عهده دارد، فعالیت امروزه آن نیز مثبت ارزیابی گردید. من پختی ماه اپریل کش کرده شده که از روی ویژیتاسی هر یک نوع دیده میشد که یگان کمبودی بر یگان نوع نیست، زیر حاصل ماندگی است. از آن جمله نوعهای میانه نخ، 4 تیپ، پختی مهین نخ، 1، 2، 3 تیپ در اینجا کش کرده شده ایستاده است و گفتم ممکن که سالهای آخر این گونه متخصصان با ما کم ماندگی هستند. برای همین در سنجش دولتی متخصصای مخصوصی که باید قطعه تخم‌پروری پیتامنیکی سال یکم شود، سال دوم و همچنین زیادکنی تخمی و در این قطعه ها باید که کارهای سلکسیونی تخم‌پروری برده شود. در این سنسه دولتی نوسنجی قبادیان 21 نوع پختویی که از طرف عالمان و سلکسیونران وطنی وارد کرده شدن آزمایش گذرانده میشوند. این نوعها موافق متدیکی که از طرف مؤسسه دولتی کمیسیون دولتی آزمایش نوعها و حمایت نوعهای زراعت‌های کشاورزی جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده شده است، رندامیزاسیون کرده شده از روی همون متدیک کشت گذرانده شده است. رشد ساحه کشاورزی بخصوص تخم پروری را نمیتوان به رشد نوسنجی تصور کرد. از این نگاه برای نوسنجی را رشد تازه بخشیدن چی باید کرد؟ مقصد اساسی همین سنسه دولتی آزمایشی از آن عبارت است که ما باید نوعهای محلی خودمان در آینده هر چقدر برای در تاجیکستان زیاد نمودن نوعهای محلی خودمان که از طرف سلکسیونران و عالمان پیشنهاد کرده میشوند و پورا همه اون نمودی خصوصیت‌های طبیعی را دارا هستند، بعد در آینده گرفتن این را مقصد ما همینجا آزمایش گذرانده برای آینده تیار میکنیم و باوری هست که در آینده من علمای ما با استحصالات همکاری نموده نوعهای نخسر را با پیشنهاد میکنن که آینده با حاصل نخسر گیریم و مقصد همین پخته ما که این اساساً محصولات اساسی استراتژی ما به حساب میرود و یکی از محصولات های صادراتی ما به حساب میرود، ما باید آینده این همه طرفه از تخمی خوشصفت تامین کنیم که حاصل نوکی ما استحصال محصولات ما آینده زیاد شود و در بازار جهانی خریدار خود را یابد. واقعا امروز جهان معاصر تقاضا دارد که ما در استحصال محصولات بیشتر کشاورزی از نگاه صفت تا باور استوار رو جانب عالمان ساحه آورده همکاری را با آنها تقویت ببخشیم، از روی دستور و توصیه های سودمند ایشان عمل نماییم. سید زاده شیرعلی، شهرت شیرعلی،
امام نظری مظفریان برای برنامه اطلاعاتی اخبار.